على رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جماعت برادران عزیز، حضرت رسول الله فرموده میگویند که امتان من جمع نمیشوند اگر جمع شوند با یک نیت نیک، مقصد نیک جمع میشوند. البته ما اینجا جمع شدیم با نیت نیک، با مقصد نیک. مقصد ما باز مثل پیشتره همسایه، دوست و اتفاق بودن، دوستانه، آرامانه، با صلح و صلاح زندگی پیش بردن، دولت ما، ملت ما، خلق ما آبادش به مهنت کردن است. خدای تبارک و تعالی هم در قرآن عظیم و شان فرموده میگوید که بالله و صلح و خیر، بهترین عمل این صلح و صلاح است. بهترین عمل این یکدیگر فهمی است. کجایی که اگر صلح و صلاح باشد، یکدیگر فهمی باشد، دوستی باشد، تنجی و آرامی باشد، در همان جا خداوند تمام فیض و برکاتش نازل میکند. این جنگ و جدال، یکدیگر نافهمی، بین همدیگر کینه و کدورت برکه روزگار میپراند. یگان پیشرفت نمیشد. اگر تنج و آرام باشیم، یکدیگر ما وقتی رفت آمد کنیم، یکدیگر حرمت و عزت کنیم، حق همسایگی بجا بیاریم، همسایگی حق همسایگی بجا آورده همسایه حرمت و احترام کنیم، انشاءالله تمام موفقیت، بردباری، پیشروی هم دولتی ما نمیشد، هم دولتی همساینده میشد. خداوند از کل بلاهاش نگاه میدارد. همان خلق، همان ملت که دائما با صلح و صلاح زندگی کنند، یکدیگر مهربانی کنند. خدای تبارک و تعالی ما و شما آفرید از یک مرد و زن و قبیله جماعت کرد. مقصد خداوند این بود که با همدیگر رفت و آمد کنند، با همدیگر دوستی کنند، با همدیگر کمک کنند، وقتای مشکلی همدیگر دستگیری کنند، نه جنگ و جدال و کینه و کدورت. البته از انسان خطاگی میشد. آنچه یک خطاگی ها شد گذشته رفت، به گذشته صلوات گوییم، گذشتگی فکر نکنیم، از وی عبرت گیریم و از این بعد این خطاگی رو هیچ وقت راه نتیم. یکدیگر گناه ما بخشیم، دائم یکدیگر همدیگر رو مهربان باشیم، رفت و آمد کنیم، صلح و صلاح کنیم، در روزهای خرسندی و در روزهای غم و اندوه با هم یک جایه باشیم، دائم یکدیگر دستگیری کنیم. البته این دنیا ما هم آباد، آخرت ما هم آباد. خدای تبارک و تعالی